سلام بچه، حالتون چطوره؟ من پستکرافت هستم و اومدم امروز به یه ویدیو جدید ماینکرافتی و امروز اومدیم که بریم که مپ تیکمون رو تست کنیم و ببینیم چطوریه. نمیتونم با چیکار کنیم. خب بریم برای شروع. لیتس گو. خب بچه همونطور که میبینید اول چست رو برمونه میزنیم روش و هر چیزی داخلش رو برمیداریم. نمیدونم اینو به چه کارمون میاد، درباره چی فکر کنم اینو برای بات. خب ذره هاشو بر تنمون میکنیم. این که هم اینجا اضافه است. خب باید بریم بیرون. بریم تو این آنان چیه؟ آهان که کموناشه. خب همونطور که دستور ساختشون اینجا داره، من همشون رو میسازم. میکنم ویدیو استاپ بشه. بچه همونطور که میبینید تعداد زیادی تیرکمون شده، خیلی زیادن و همشون رو الان ساختیم و بریم برای تست کردن این تیرکمون ها. بزن بریم. لیتس گو. او بچه های چست اونجاست، بریم داخلش رو نگاه کنید. خب اینا رو بر میداریم. بچه ببین اینجا چیه. اینا رو به چه دردمون میخوره؟ بچه ما خسته نداریم، ما فقط اومدیم اینا رو تست کنیم. خب بریم بیرون برای تست کردنشون. خب بچه فقط شما یه نگاه کلی داخل این منطقه داشته باشین. خب بچه میخوایم با این تیرکمونات ویلیجر رو تست کنیم، روی ویلیجر رو تست کنیم. خب بچه فکر کنم این تیرکمون طلاست، نمیدونم چطوریه، یه قدرتی به ما داده، نمیدونم قدرتش چیه. خب بچه بریم برای تیرکمون یخی. میکنم یخ بذاره. آهان گفتم چه سرمایه بسید. این چی بود؟ TNT. اوه به بچه متاسفانه ما نمیتونیم همه تیرکمون رو تست کنیم. همین چند تا. این چیه نمیدونم بیشتر. خب بریم برای امرالد فکر کنم میکنه. نه امرالد میذاره فقط. خب این فکر کنم با ابسیدیان ساختن شده. بریم